ولی هوتک و باز محمد مبارز بر تخت پیروزی نشستند، ولی بسم الله 18 ساله همسایه باز محمد مبارز در شهر پلوخمری در اثر فیرهای شادیانه پیروزی همینها کشته و به تابوت خوابید. بسم الله که پدر ندارد و تنها نانآور فامیل 12 نفریش بود، شب گذشته مرمی از فیرهای شادیانه به گردنش اصابت کرد و در شفاخانه جان داد. بیدار بودم کلگی سری برنده سال بود می آمد دوست اوای مرمی آمد در بغلش خورد. چی شد پس؟ شهید شد. چی کار میکرد؟ آینچینی آلی همی کرایه زیر کی میده در یک ماه برادر 2 بوجیارد مصرف داره، آلی همو بوجیارد کی بره، برنگ مصرف داره، روغن مصرف داره، اینه میره آلی کی بیته برادر. توجه دولت باید یمی بزرگا مقاما برادر باید برای زمین یک توجه بکنه که یک کمک مادی البته که شاید یک مدت زمانی پرده حال و حیال از میشه. به گفته یکی از اقاربش بسم الله آرزو داشت تا با دختر دلخواهش عروسی کند، ولی از اینکه پولی نداشت نتوانست این کار را بکند و با همه آرزوهایش به گور رفت.